ولایت حکومت صلیبی رو قبول کردین، چه رقم اسلام است؟ همین صلاح الدینشون که در هلند زندگی میکنه، همین بیشرف پاسپورت هلندی داره سر جیبش، رفتی در غرب نشستی زیر پرچم صلیبیا، از اونجا داری داد و واویلا میکنی که والا این اینطوری است، این کافر است، این مسلمان است. یا ابو محمد مدنی در اوکراین پاسپورت اوکراینی سر جیبش است، بعد میان میگن که والا فلان کافر است و فلان مسلمان است. خودت شبهه جاری است بر سر تو. تا اول بیا مسلمان بودن خودت ثابت بکن، بعد بیا دیگران رو تکفیر بکن. سبحان الله، هر ملتی که علمای همین ملت خودشون اهل سنت بگویند، خودشون سلفی بگویند، لیکن مرجئه باشند یا حزبی و غیر و غیره باشند و ضدیت به اهل سنت بکنند، همین آذری ها هست، یک فاتح هست مشرک است، محمد انصاری است مشرک است. یک منطقه دارالکفر اگر گفته شود معناش این نیست که هر کسی که در همین جاست باید کافر گفته شود. این اعتقاد خوارج است. خوارج ها هستند که میگویند که دارالکفر همه کافر است. مسلمان هایی که به نام مسلمان هست میگن در دارالکفر همه کافر است. این اعتقاد خوارج است که این رو میگن تکفیر بالعموم، تکفیر به عموم، بلکه در دارالکفر مسلمان بودنش ممکن است و امروز میبینیم که هست. چقدر مسلمان ها در دارالکفر در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردند. وقتی که پیامبر در مدینه بودند، در مکه بعضی از نو مسلمان شده ها زندگی میکردند. تا زمانی که به جنگ همراه مسلمان ها، ضد مسلمان ها به جنگ همراه مشرکین نبرآمدند، الله تکفیر نکرد، زندگی کردند، در حالت زندگیشون مسلمان بود. برای همین تا زمانی که یک انسان مسلمان کفر شرک اکبر نکند، او کافر گفته نمیشود. بدا دارالکفر باشد کافر گفته نمیشود. شرک کفر کرد کافر است، خود دارالاسلام باشد خود دارالکفر باشد. صحابگان را از مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه اذیت و آزار از جانب مشرکین به صحابگان رسول الله سخت شد، پیامبر صحابه ها را به کجا ارسال کرد؟ به حبشستان امروز افیوپیا میگن، افیوپیا. گفتند که به همون جا روید و عندهم ملک لم تظلم عنده احد. در همون قوم یک پادشاهی هست که در نزدش هیچ کس ظلم کرده نمیشود. حالا که این پادشاه نصرانی بود، به نزد پادشاه نصرانی مسلمان ها را فرستاد. گفتند که پادشاه نصرانی است، کافر است، لیکن عادل است. صحابگان رفتند در دارالکفر زندگی کردند. پیامبر به مدینه آمد. در مدینه چقدر وقت یک مجتمع اسلامی را بنا کردند، حکومت اسلامی را زندگی کردند. اما از حبشستان، از همین حبش صحابگان بعد از خیلی وقت آمدند، خیلی وقت بعدشون بعد از 5 سال 6 سالی که پیامبر به مدینه آمده بودند بعد آمدند. برای همین این اعتقاد غلو است که بالعموم در دارالکفر کسی را تکفیر بکرد.